بازم خوشحال هستیم که در ماه رحمت، در ماه مغفرت، در ماهی که دروازه های جنت باز است و دروازه های دوزخ بسته و هر لحظه هم در شب و هم در روز فرصت است برای عبادت و اطاعت الله، برای حاصل کردن جنت الهی، برای رضایت الهی و بالاخره بازم فرصت است برای ازی که انسان مسلمان خود از عذاب دوزخ نجات بده، دوباره پس به پروردگار خود رجوع بکنه. فرصت است برای هر شرابخور که شراب خود ترک بکنه. فرصت است برای هر بی‌حجاب که حجاب بپوشه و به بارگاه خالق خود نزدیک بکنه. فرصت است برای هر سیگریتی و نسواری که از این عملای زشت خود نگاه بکنه و بالاخره فرصت است برای هر گناهکار که گناه خود ترک بکنه.